بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. پیامبر علیه السلام وقتی که به مدینه هجرت کردند آمدند، اولین قدم هایی که گذاشتن چی بود؟ یعنی ما در حلقه گذشته گفتیم که پیامبر مدینه آمدند و جامعه اسلامی یا جامعه نمونوی رو برپا کردند. و وقتی که پیامبر این جامعه رو برپا کردن، البته در مدینه یک چند قشرها زندگی میکردن، یک چند نمود قومیت ها زندگی میکردن. عرب ها بودن، یهودا بودن، مسلمان ها بودن، غیر مسلمان ها بودن، یهودا بودن و افراد از نصارا نیز در اونجا وجود داشتن. این قسم دیگری از اونها منافق هم بودن. و پیامبر علیه السلام احتیاج داشتن به یک قانونی که حیات روزمره اونها را به تنظیم می‌درآورد، نو بسته از دینشان و نجاتشون. برام یک سرقانون گذاشتن و وثیقه مدینه رو امضا کردند که در وثیقه مدینه یا که حجت مدینه پیامبر علیه السلام حقوق مسلمان ها و غیر مسلمان ها را کفالت دادند و معامله بین یکدیگر اونها را به انتظام درآوردند. و میتون گفت که این اولین قدم به سوی دولت شهروندی بود، یا اینکه جامعه شهروندی بود، یا اینکه کفالت دادن به شهروند نوبسته از دینش، نوبسته از عقیدهش، نوبسته از نژادش و دیگر چیزش، شهروندی کامل الحقوق میشد. که اینو ما در وثیقه مدینه حالا خواهیم دید. این وثیقه رو ما انشاءالله بند بند مطرح خواهیم کرد. دومی چیزی که پیامبر علیه السلام کردن این یک اساس اجتماعی رو مطرح کردن بین خود مسلمان ها در دایره مسلمان ها که اساس آن رو برادری در اساس عقیده تشکیل میکرد. یعنی این یک انقلاب فکری در اون جامعه جهالت زده نیم جزیره عرب بود که اونها یا محل باز بودن یا اینکه قبیله باز بودن. بیناشون خیلی محل چگی و قبیله چگی رواج داشت. پیامبر آمدند برادری را در اساس دین و در اساس عقیده اعلام کردند. غیر از این پیامبر علیه السلام مؤسسه و تشکیلات های را براه انداختند تا اینکه ارکان دولت خود را در مدینه مستحکم کنند. و اولین قدمی که پیامبر برای اجتماع مدینه پیشکش کردن این بنای مسجد بود. بیاید برادر عزیز رو آوریم به بعضی آیات و حدیثایی که درباره مسجد صحبت میکند. مثلا الله تعالی میگه که و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. مسجدها مال الله هست، ملک الله تعالی هست، غیر از خدا در اونجا کسی را مخوانید، یعنی به خدا شریک نیارید. مسجد یک جای پاکی هست، مسجد یک جایی هست که فرشته ها میفرایند، مسجد جایی بود که وحی میفرامد بر پیامبر علیه السلام، مسجد جایی که پیامبر علیه السلام با صحابه جمع میشدند و الله تعالی شرف بنای مسجد را تنها برای آنهای قائل است که ایمان به الله تعالی دارند، نماز را برپا میکنند و زکات میدهند. الله تعالی میگه انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلاة و آتى الزکاة ولم یخش الا الله. یعنی آنها نماز میگذارند و آنها زکات میدهند و جز از خدا از دیگر مخلوقا یا از دیگر چیزا ترس ندارند و انشاءالله آنها هدایت یافتگان هستند. یا در آیه دیگر الله تعالی انسان هایی که در مسجد می‌دارند و مسجد را عمارت میکنند، مسجد را زیب و زینت میدهند با عبادت های خود، با علم های خود، با حلقه های علمی، با فتوا، مگه که فی بیوت اذن الله ان ترفع فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله و عن الصلاة. یعنی این آیات ها فضیلت مسجد را بیان میکند، بزرگی مسجد را بیان میکند و مکانت مسجد را برای امت اسلامی بیان میکند. یعنی وقتی که به حیات پیامبر علیه السلام نظر میکنیم میبینیم که مسجد هم دور اجتماعی دارد، دور سیاسی دارد، دور اقتصادی دارد و نقشه های بسیار در حیات مردم بازی میکند. مثلا میشد گفت که مسجد یک جایی بود که در آنجا اسناد حالت های شهروندی به اینکه به قید گرفته میشد. چخیری که پیامبر علیه السلام در حدیثشون میگن، در حدیث عایشه، نکاح رو اعلام کنید میگن پیامبر علیه السلام و آن را در مسجد قرار دهید. اعلنوها واجعلوها فی المساجد. یعنی که اعلنوا النکاح، نکاح رو اعلام کنید و آن را در مسجد قرار دهید. یعنی که اونجا مسجد یعنی که حالتی به قیدگیری اسناد شهروندی را به عهده داشت. غیر از این مسجد یک دانشگاه بود، دانشکده بود، مکتب بود، همه توفیقی برای کودک‌ها مثل باغچه بچگانه بود. یعنی همه طرف مسجد به خوبی استفاده میشد.
یعنی که مسجد نه تنها برای نماز است، مسجد وظیفه ها و عهده‌داری های بسیاری دارد. نخستین مکتبی است که در آن کودکای ما به وجود میرسند. مسجد یک جایی است که قهرمان های ملت از اونجا بروز میکند. مسجد یک جایی است که پاک است و در اونجا ناپاکی نیست، در اونجا فقط عبادت الله تعالی می شود و هر چی که برای جامعه نفع و فایده دارد حتما در مسجد می شود و مسجد اون را همیشه دستگیری خواهد کرد. مثلا امام بخاری رحمت الله علیه باب دارن که باب درباره اون که در مسجد حلقه زده درس خوندن، باب درباره فتوا، باب درباره درس در مسجد. یعنی که همه اینها تاکید اون میکنه که مسجد یک نقشی مهم در این امت داشت. بنابراین این پیامبر علیه السلام وقتی که وارد مدینه شدن و شطورشان وقتی مردم میکشیدن، هر کس میخواست که پیامبر به مهمانی برد، پیامبر علیه السلام گفتن که بگذارید، شطور مأمور است، یعنی میدونه که کجا رو باید نشیند و دعوها فانها مأموره. وقتی شطور رفت در جای امروزی مسجد پیامبر علیه السلام نشست، پیامبر گفتن که اینجا هست، اینجا مسجد رو بنا خواهیم کرد. تاریخ بنای مسجد خیلی که در روایت امام بخاری آمده است، میگن که وکان مربدا للتمر لسهل و سهیل، یعنی که همون جایی که امروز مسجد نبوی هست جای خرما خشکنی دو جوان یتیمی انصاری بود، یعنی که نجاری از بنی نجار بود که یکی نامش سهل بود، دیگریش نامش سهیل بود، هر دوشم یتیم بودن. وقتی که پیامبر آمدن این یتیما در گویم که زیر کفالت اسعد ابن زراره قرار داشتن. پیامبر علیه السلام گفتن که هذا ان شاء الله المنزل، این اینجا جای ما هست. بعد از اون دو کودک را یا اینکه دو نورس را فریاد کردن و برای اونها نرخی همون زمین را پیشکش کردن. اول جوانا قبول نکردند، که همون شخصی که کفالتشون بر عهده‌اش بود و هم قبول نکرد، لیکن پیامبر گفتن که ما اینو به پول نخواهیم گرفت و برای جوانا پولاشون دادن. در بعضی روایت‌ها میگن که ابوبکر صدیق که اینه با 10 تنگه خریده باشد، یا دیگر بعضی روایت‌ها در بعضی صحابه ابو ایوب انصاری رو میگن، بعضی میگن که خودی اسعد بن زراره اون کودک رو راضی کرد. چیزی باشد عموما این یعنی که به پول مفت نگرفتن بلکه پولش را پرداخت کردن. بعد از اون در اونجا پیامبر علیه السلام مسجد خود را گذاشتن، اساسگذاری کردن و از خشتی که از لای میساختن، یعنی که خشت لاین یا خشت گلین، اون مسجد برپا کرده شد. و در روایت دیگر آمده است که میگن که اونجا یک قسم دیگرش قبر مشرکا قرار داشت. پیامبر علیه السلام فرمان دادن که او قبرها را کافتند، استخوان‌های اونها برآورده به جای دیگری بردن گور کردند و مسجد از استخوان اونها پاک شد و بعد از اون اونجا رو بنای مسجد رو ساختند و مسجد یعنی که یک مسجد خیلی ساده بود و اونقدر در اون زینت و زیب و زینت و زخرفه جای نداشت. در حدیث عبدالله ابن عمر میبینیم که میگن که مسجد در عهد پیامبر علیه السلام از خشتی همون گلین ساخته شده بود، خشتی خام میگیم ما، و سقفش از جریدی درخت خرما بود، یعنی که سقفش از شاخهای درخت خرما بود و ستونهای از درخت نخل یعنی خرما بود. و در عهد ابوبکر هم قرار داشت و در عهد عمر رضی الله عنه وقتی که مسجد کمتر وسیع کردن عیناً همین متریال ها رو استفاده بردن و چیزی در اون زیاد نکردن، همین فقط چیزایی که از لای بود و از خرما یا که شاخ خرما بود یا که خود درخت خرما رو همچون ستون استفاده بردن و فقط در درای درش پیامبر علیه السلام از دو طرف سنگ مانده بودن، یعنی که جایی که در باید میشد برای اینکه مستحکم شد با سنگ سخت کردن اونجا رو. بعد از اون در زمان عثمان رضی الله عنه وقتی که مسجد رو خیلی وسیع کردن دیگه حضرت عثمان ستونها رو ستونهای سنگین کردن و در بعضی جاهایش ستونها رو حکاکی کردن و خیلی زینت دادن رضی الله تعالی عنه. و این یعنی که قصه بنای مسجد یعنی که به شکل کوتاه بود، خیلی که در روایت امام بخاری رحمت الله علیه و دیگر امامان بزرگ آمده بود. اکنون میگذاریم به فعالیت هایی که در مسجد در زمان پیامبر علیه السلام و بعد از زمان پیامبر علیه السلام برپا کرده میشد. چی فعالیت هایی بودن اونجا که یک اون فعالیت ها رو برای شما بازگو میکنیم. یکی از اساسی ترین وظیفه های مسجد این حفظ کردن قرآن برای کودکان بود، برای شخصی که خواهش داشتن برای همین چیز. و در قسم شمالی مسجد خانه مخرمه ابن نوفل بود
که اونجا رو دارالقرا میگفتن و در اون دارالقرا اولین استاد که اولین دیرکتوری اون دارالقرا مصعب ابن عمیر بود و اولین ختم کننده های اون دارالقرا 12 نقیب انصاری بود که اون 12 نقیب رو پیامبر علیه السلام از خود انصاری ها اگر یادتون باشد در وقتی پیمان عقبه پیامبر از اونها خواستن که 12 کس رو انتخاب کنن، همین 12 کس رو اونها انتخاب کردن و این 12 نفر اولین ختم کنندگان این دارالقرا به حساب میرن که همه اینها انسان‌های بزرگ شدن و همه اینها برای اسلام خیلی خدمت‌های بزرگ و والا پیشکش کردند. یعنی هدف از این دارالقرا این بود که کادرهای نو را در اونجا تیار کرده برای نشر اسلام در اطراف و اکناف مدینه و خارج از مدینه در نیم جزیره فرستادن تا اینکه دین اسلام رو به دیگر انسان‌ها و به دیگر قبیله ها رسونن. یک نقش دیگری مسیرین در اونجا صفه بود که پیامبر علیه السلام اون رو در ماه صفر سال دوم هجری اون صفه رو ساختن و اون صفه هدف زیاد داشت. یعنی که اولین مقصدش این بود که هم بیچاره مهاجرایی که از مکه می آمدند اونها مجرد بودن، یعنی بیزن بودن، اونها رو جا میدادن چون که خانه الهیده ساختنشون مشکل بود، یا اینکه مهاجرایی که عائله دار بودند و حال و زنهاشون با اونها نپیوسته بودن اونها رو در اونجا می داشتند، یا اینکه بعضی کمبغلایی که در اونجا مثلا شرایط خانه داری نداشتن اونها رو در اونجا می داشتند و صفه همچون یک وظیفه که مهمان خانه را اجرا میکرد و علاوه بر این دیگر گویم که فعالیت ها رو نیز اداره میکرد که انشالله در حال آینده تر خواهیم گفت در براش. وظیفه تعلیمی را در اینجا عبادت ابن صامت بر عهده داشت و اهل صفه را خواندن و نوشتن را می آموزانید. اینچنین در قسم دیگری مسجد در کنج دیگری مسجد صفه زنانه نیز بود که اونها را یعنی که یک شکلی نیم پشت داشت و اونجا زنها جمع بشدن و فعالیت خود را اونجا براه می‌ماندند و اینکه حال در اطراف فعالیت زنها در صفه و خارج از صفه در مسجد پیامبر علیه السلام صحبت خواهیم کرد. غیر از این انسان‌هایی که در صفه زندگی می‌کردند چه مرد باشند چه زنها پیامبر علیه السلام اونها را ترغیب می‌کردند که تا اینکه حیات خود را اونها خودشون به پیش برند. مثلا نه فقط به نفقه دیگران زندگی میکنن بلکه گاهی میشد که یکی از آنها میبرمد هیزم جمع میکرد، هیزم رو میفروخت برای خودش و برای اطرافیانش طعام میخرید، یا بعضی دیگرش بازار میرفت بارکشانی میکرد، حمالی میکرد و همون پولی که به دست می آورد یک قسمش صدقه میکرد، بازم با یک قسم دیگرش با برادرایی که یک جای نشستن با اونها میخوردن و انسانایی بودن که در تجارت کار میکردن با این میرفتن اهل صفه بودن لیکن در بعضی تاجران یاردمچی میکردن و پولهایی که به دست میآوردن تقسیم میکردن و به قسم دیگرش رو با وجود اینکه خود حیاتشون حیات وزنین بود به دیگران نیز صدقه میکردن. یعنی که با این پیامبر علیه السلام یک جامعه ساختن که هر انسان دیگر کس رو از خودش بالا و دیگر کس رو از خودش سزاوارتر به این نعمت ها میدونست. همه این یعنی که سببش چی است؟ وحی الهی هست و همه این که تعلیمی بزرگ محمد صلی الله علیه و آله است که همه از خود گذری میکرد. چخیلی دیدیم اصحاب صفه رو که خودش محتاج است لیکن کار میکرد، کمترش میخورد با کمتر دیگرش برای دیگرها صدقه میکرد. این چنین در مدینه زنها مثلا اون که در مسجد بودن جمعیت خیری زنانه شدن، حتی زنها یک سخنگوی داشتن با نام اسماء بنت یزید انصاری که پیامبر علیه السلام برای میآید چخیلی که در استیعاب ابن عبدالبر آورده است میگه که اینی رسول من ورائی من النساء، من فرستاده زنهایی که من رو فرستادم برای شما هستم و بعد از اون همون مشکلی های زنها رو به پیامبر علیه السلام پیشکش میکرد و حل اون رو از پیامبر علیه السلام خواهان میشد. یعنی که اینجا ببینیم زنها نماینده داشتند، یعنی که کارشون به ترتیب بود، به انتظام بود، بینشون یه زنی بود که اون رو سرداری میکرد و فعالیت های اجتماعی خودشون و سیاسی خودشون و اقتصادی خودشون رو پیش میبردن. مثلا شفا بنت عبدالله بود که زنی به نام زنی خوشخط بود و حفصه مادر مؤمنان رو خط نویسی می‌آموزاند و حفصه بسیار گویم که خط نویسی خوب شد که در نتیجه ابوبکر صدیق وقتی که بعد از وفات پیامبر علیه السلام قرآن را جمع کردند خانه حفصه گذاشتند به حکم که حفصه که از زنهای که خط نوشتن و خوندن رو میدونست. همین قرآنی که خانه مادر ما حفصه بود. عثمان بن عفان وقتی که
در زمان خلافت عثمان رضی الله عنه خیلی وسیع شد و مسلمانان احتیاج به قرآن پیدا کردن و از قرآنی که در خانه مادر حفظ میشد اون رو گرفتن و از اون نسخه برداری کردن و دیگر شهرهای کلانی که اون زمان تابع خلافت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه بود با اونجا فرستادن. یعنی که ببینیم چه خیلی نقش زنها بزرگ است. این مادر ما عایشه هم تا وقتی میگن یک خطاط بود، چه خیلی که در کتاب اصابه آورده است ابن حجر رضی الله عنه، زنی که خطاط بود عایشه، و مینویسه است که من عایشه دختر ابوبکر انا عایشه بنت ابی بکر حبیبه حبیب الله، یعنی که دوست داشته خدا هستند، یعنی که پیامبر رو در نظر دارد، یعنی که با این یه نمود فخر میکرد. خلاصه این خیلی فعالیت ها در بین زنها در مسجد خیلی زیاد بود. مثلا از بین صحابه زنهایی بودن که هم اهل فقه بودن و هم اهل قرآن بودن، قرآن را از بر کردن. مثلا ام ورقه نام زنی بود که قرآن را از خود کرده بود و تعلیم قرآن را برای زنها بین زنهای انصاری ها رواج میداد و این زن را پیامبر لقب شهید داده بودن، یعنی که شهید میگفتن. تا در روایت میگه که ابوبکر یا عمر که برای زیارت وقتی میرفتن میگفتن که بیا همون شهید رو که زیارت کنیم، و در حقیقت این زنک بعد از چند سال توسط دو غلامش کشته می شود و به شهادت می رسد. این چنین ام یعقوب نام زنی بود که این زن هم حافظ قرآن بود، هم بغیر از حافظ بودن زنی فقیه بود که در بعض مسائل تا حتی به ابن عباس رضی الله تعالی عنه کشمکش کرد و وقتی که ابن عباس دلیل های قاطع آوردند دیگر این زنک از فکرش گشت و فکر ابن عباس رضی الله تعالی عنه را قبول کرد. غیر از این دوستای عزیز، نشاطایی که در مسجد و فعالیتایی که در مسجد میشد، اینها رو زنها تشکیل کرده بودن برای خاطر چی؟ برای خاطر یاردم کردن به لشکرهای پیامبر علیه السلام، برای یاردم کردن به بیچاره ها، بینواها، برای بیماری ها، برای زخمی ها. چه خیلی که میگن در مسجد ریسمان بافی رو نیز میکردن، یعنی که ریسمان بافی چه خیلی در میگن مغزله، همون با همون از پشم ریسمان میبافتند و از اون بعد از اون یگون چی لباسی میبافتند یا اینکه یگون پارچه میساختند. اون پارچه ها رو برای مثلا زخمی ها رو بستن یا اینکه برای دیگر کارها استفاده میبردن، یا برای خاطر لباس برای کمبغلا هدیه کردن، اونایی که مثلا شرایط نداشتن. همه اینها یک مؤسسه بود و همه اینها رو یک کس اداره میکرد و اینها مثل یک که زینه بودن که ستون دولت پیامبر علیه السلام را مستحکم میکنن و از جهت اقتصادی خیلی دولت را کمک میکردن. مثلا چون که دولت نو بود، پیامبر نو این جامعه را بنا کرده بودن، احتیاج مثلا موردهای اینکه از جهت مالی دولت مستحکم نبود، بنابراین همه این زنها و این مردایی که در مسجد فعالیت میبردن که این چیز رو ستونهای دولت را مستحکم میکردن. مثلا در مسجد فعالیت‌های بهداشتی و تندرستی نیز به کار مانده شده بود. خیلی که خیمه روفیده اسلمی در روایت آمده است که خیمه زده بود و در اونجا مسلمانانی که در جنگ ها مجروح شده آمدند اونجا آنها را بانی میکردند و زخم آنها را مثلا زخماشون رو معالجه میکردند و روفیده که از زنهای بسیار زیرک و زنهایی بود که در طبابت دستی بالایی داشت که این را تا احمد ایسابک در کتاب تاریخ البیمارستانات الاسلامیه، یعنی عجیبش این که در عرب هایی که در زیر دولت عثمانی یا که خلافت عثمانی زندگی کردن بسیار اصطلاح های تاجیکی را اونها گرفتن به خود، مثلا کلمه نوبتچی و کلمه بیمارستان و دیگر کلمه ها را، از جمله حتی نام کتابش را تاریخ بیمارستان اسلامی گذاشته است که میگه که اولین بیمارستان در اسلام این هم بیمارستان است که رفیده اسلمی در مسجد پیامبر علیه السلام ساخته بود. اینکه اصلا یک خیمه بود که در داخل مسجد و اونجا سعد بن معاذ وقتی که در جنگ خندق زخمی شد اونجا معالجه کردن و پیامبر هر روز میبرندن سعد زیارت میکردن اونجا، چون که سعد بزرگ قبیله انصار بود، بزرگ انصاری ها بود و همین زن به این مرد نگاه بین میکرد و همون گویم که زخمش رو دیگر سوشه به حکم اون که مثلا طبیبه بود معالجه میکرد. غیر از این برادرای عزیز بگذاریم به طرف مردها هم در مسجد فعالیت‌های زیاد داشتن، فعالیت درسی بود، فتوا بود، حلقه های ذکری بود، خیلی گفتن در صفه. این چنین در مسجد غیر از این فعالیت‌های
دیگر یعنی که تفریحی نیز گذرانده میشد. در مسجد مثلا گوشتگیری میشد، در مسجد نیزه زنی میشد، در مسجد تیرپرانی میشد، تیر کمان یعنی که به تیر و کمان میزدن. یعنی این چیزها رو در مسجد تشکیل میکردن پیامبر علیه السلام. تا در بعض روایات اومده که در امام مسلم میگن که من علم الرأی ثم ترکه، کسی که تیر کمان افکندن رو یاد گرفت و بعد اون ترک کرد فلیس منا، از جمله ما نیست گفتن پیامبر علیه السلام. یعنی که اینجا ببینیم که صحابه ها رضی الله تعالی عنهم مسجد رو به تمام صنعتش، به تمامی که فعالیت هایی که لایق به مسجد است استفاده می‌بردن. متاسفانه امروز ببینیم مسجد رو فقط نماز میخونن، محکم میکنن، میرن. تا بعضی ها چنان مثلا نادانی فرا گرفته است که در مسجد طعام خوردن هم مثلا گناه میدونن. اینکه طعام خوردن آیا درست است یا نه یک سوالی میدن، در حالی که مسجد یک جایی بود که یعنی که فونکسیون گوناگون داشت، نه تنها فقط برای عبادت است. یعنی که مسجد این سرچشمه اولی همون جامعه اسلامی که پیامبر علیه السلام ساخته بودند. غیر از این دوستو در اونجا مسابقه ها برپا کرده میشد، مسابقه های فرهنگی، مسابقه های فکری دیگر به همین مانند مسابقه ها. مثلا پیامبر علیه السلام روز در مسجد نشسته گفتن که من الشجره شجره لا يسقط ورقها و انما هي مثل المؤمن. یعنی یه درختی از درخت‌ها یه درختی هست که ورقش یعنی که برگش نمی افتد و مسئله مؤمن است. یعنی که مثل انسان مسلمان است که همیشه نفع آور است، هیچگاه مثلا ایمانش از دست نمیدهد، هیچگاه اسلامش از دست نمیدهد. او کدام درخت باشد؟ حتی ابن عمر میگه که در ذهن اومد که هم درخت خرما باشد، نخل باشد. اما شرم داشتم بس بگم که اینجا آدمای کلانسال بودن، من نخواستم که بی آداب بکنم گپ نزنم. و این یک همچون یک مسابقه است که پیامبر فکر آنها رو یعنی که از جهت فرهنگی میخواستن که آنها رو بای کنن. مسابقه شعرخوانی نیز در مسجد میشد. خیلی که حسن ابن ثابت وقتی که در یک مشرک پیامبر رو حجو کرده بود با شعر خودش، پیامبر رو حجو کرد که قپای قبیح زد، پیامبر علیه السلام حسن رو شنیدن که در رد او شعر نوشته بود و پیامبر علیه السلام گفتن که خداوند تو رو با روح القدس تأیید کند و کمک کند. خلاص مسجد مکان فعالیت گوناگون است. مسجد همه طرف نقشی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و عقیدوی و تعلیمی و غیره رو در بر میگیرد. هیچگاه مسجد رو از این چیز کندن درست نیست و مسلمان ها رو این چیز وادار میکنه که دوباره این نقش مسجد رو زنده کنند. باید که مسجد همه این نقش ها رو داشته باشد، در جامعه جای فعال ترین باشد و نزد مسجد ها مثلا ساختن بنگاه های طبی، ساختن مرکز های فرهنگی، ساختن کتابخانه ها باید براه مونده شد. تو اینکه وقتی انسان مسلمان مسجد می‌دراید مثلا برایت باز یک کتابخانه به فرهنگ شود، انسانی به معلومات شود. یعنی باید در نزدیکای مسجد این تالارهای ورزشی داشته شود تو اینکه جوانان رو مسلمانان رو بدن خود را آب و تاب دهند که این مثلا در زمان پیامبر در مسجد میشد. امروز خیلی بسیار بگم شاید که مسجدها اگر مساحتشون مایده باشد میشه که این چیزها رو در نزدیکای مسجد تشکیل کرد. این یک نقش دیگری مسجد این عضو مهیا کردن برای بیچاره‌های بینوایان هست. خیلی که در صفه اونها این کار رو میکردن، مثلا این چیز رو نیز براه ماندن ممکن است. غیر از این دستی کمک درست کردن برای مکتب بچه‌ها، مثلا یک کورس های الهیده تشکیل کردن برای مکتب بچه‌ها تو اینکه وظیفه خانگی رو چخیر کردنش یاد دادن، تو اینکه بچه‌های مایده با مسجد علاقهشون زیست شود، با قرآن علاقه زیست داشته باشن، با دین علاقه زیست داشته باشن و اساسی نسلی خداترس و ریشه اصل نسل خداترس در جامعه چقورتر رود. ان شاء الله جامعه آباد تشکیل شود. در آخر اسلام بین روح و جسد، دین و دنیا، عبادت و تعلیم جدایی را نمیپذیرد. همه این یک چیزی واحد متکامل است. اینش را پر میکند. بنابراین باید رسالت تربیوی اخلاقی مسجد را مثلا در باغچه‌های بچگانه، در مؤسسات تعلیمی، در دانشکده ها، در دانشگاه ها براه انداخته شود. اینا جای داشته باشند تا اینکه یک جامعه سالم به دنیا آید، چنانه که جامعه محمد صلی الله علیه و سلم بود. و ان شاء الله امیدواریم که از این حلقه ما فایده برده باشه و در حلقه آینده درباره برادری بین صحابه صحبت خواهیم کرد.
که ما در بدایت حلقه گفتیم که برادری در اساس عقیده و در اساس دین بود که این دیگر نمود برادری ها را که برادری قبیلوی و برادری محلی و یعنی که همه اینا را ریشه کم نکند. ان شاء الله در اطراف اون در حلقه آینده صحبت خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.